بنبست بلاهت، برنامه 4. در این برنامه خواهم پرداخت به آقای وینسنت کندی مکمن. قبل از پرداختن کامل به اقدامات و اعمال بلاهت‌آمیز وینس مکمن باید یادآور شد که تأثیر ایشون بر دنیای رسلینگ غیر قابل انکار هست. این شخص بنیانگذار پیپر ویو هاست، خالق بزرگترین ایونت این صنعت به نام رسلمنیا است. در جهانی شدن این صنعت نقش بی‌بدیلی رو ایفا کرده و در شکست دادن رقبای خودش، چه تریتوری‌های دهه 80، چه WCW در دهه 90 و چه TNA در دوران دهه 2000 موفق عمل کرده. حالا صرف نظر از اشتباهاتی که رقبا مرتکب شدن، به هر حال ایشون تونسته اونها رو شکست بده. طرفداران خاص خودش رو داره همچنان و بسیاری هم ایشون رو بهترین پروموتر تاریخ میدونن. اما حتی بهترین ها هم اگر شما چاقوی نقد رو در دست بگیرید میتونن مورد انتقاد قرار بگیرن. این جراحی انتقادی رو میتونیم داشته باشیم. به هر حال انتقاده، حتی از بهترین ها. از دستاوردهای بزرگ ایشون در اواخر دوران مدیریت ساختن واژه‌های ترکیبی بی سر و ته و چرت و پرتی بود، مثل رسلمنیا اسمکدان، رسلمنیا بکلش، هورور شو اکستریم رولز و مواردی از این دست. ببینید، واژه سازی اصولاً به معنای دانش و معرفت نیست. ساختن ترکیبی از واژه‌ها هیچ چیزی رو نمیگه. شما 24 ساعت شبانه روز میتونید بشینید و 10,000 واژه ترکیبی یا حتی جمله تولید بکنید. من همینجا که در خدمت شما هستم 2 واژه ترکیبی میسازم، معانیش رو هم خدمتتون عرض میکنم. یکی از این واژه‌ها واژه خرنوردی است، به مفهوم سوار شدن بر دوش ابلهان و خرفرز کردن مخاطب و تاخت و تاز کردن تا زمانی که روی صندلی مدیریت از دنیا بروید. مفهوم کاملا تازه است. و یا در مقابل سپورتس انترتینمنت که ایشون مرتب از دهه 80 مطرح کردن و این اواخر دیگه همه ملزم به استفاده از این واژه بودند، آیین بلاهت به معنای تبدیل کردن بلاهت به محتوای پرو رسلینگ و البته ظواهر، چه ظواهر خود و چه ظواهر شو، مثل تم کودکانه برای شو NXT و رنگ کردن موها به شکل‌های عجیب و غریب و گذاشتن سیبیل برای کادو پیچ کردن یک مرد 80 ساله به جای یک مرد 40 ساله و سوار شدن بر دوش مخاطب تا ابد. البته این رو هم بگم، کسانی که مردم و مخاطب رو احمق فرض میکنن خودشون در سطوح بالایی از بلاهت به سر میبرن. وینس مکمن هم هیچ وقت تنها نبوده، این کارها رو به تنهایی انجام نمیداده. 10 نفر هم فکر یا حتی تعطیل تر از خودش در کنار خودش بودن، مثل کوین دان، جان لورنیتیس، وینس روسو، بروس پریچاردز و افراد دیگر. اما از اونجایی که ایشون ریاست بیرقیب کمپانی محسوب می شدن و همه چیز از فیلتر شخصیشون عبور می کرده، در یک پنت هاوس شیک در بنبست بلاهت ایشون جای می گیرن. بقیه در طبقات زیرین به سر می برن. اگر به سال 2012 برگردیم، مسابقه پر سر و صدای جان سینا و راک تحت عنوان Once in a Lifetime مسابقه برگزار شد و فردای اون روز در راه افترمنیا جان سینا اومد و گفت سال دیگه همین مسابقه برقراره و قطعا سر تایتل خواهد بود. خب علاوه بر این که اسپویل شد سال آینده، ما دیدیم که این Once in a Lifetime نبود، Twice in a Lifetime بود و یک دروغی رو اینها عرضه کردن. یا اینکه در سال 2020 مسابقه سینمایی بین اج و رندی اورتون رو تحت عنوان بهترین مسابقه تاریخ اومدن ارائه کردن. اولا که بهترین رو باید مردم تشخیص بدن و یک مفهوم کاملا رویایی و کاملا سلیقه‌ای، چیزی که خدا آدم خلق میکنه که نمیتونه بگه بهترینه. ضمن این که مسابقه‌ای که کات میخوره، مسابقه‌ای که ضبط میشه، اصولا مسابقه نیست، یک مسابقه سینمایی است. شما نمیتونی بری در استادیوم سن سیرو چند تا از بازیکنان میلان رو دور خود جمع بکنی، یک فیلم سینمایی بسازی و اون رو به عنوان بهترین مسابقه فوتبال تاریخ بیای و ارائه بکنی. خب این نمیخونه، این اصلا درست نیست. همونطوری که اومدن و رسلمنیا 38 رو به عنوان
شگفت‌انگیزترین رسولمنیای دو شبه عرضه کردن. دو شبه بودن کلا برای سومین سال بود که اتفاق می افتاد و مین ایونتش رو هم که بهترین مین ایونت تاریخ رسولمنیا معرفی کردن که خودتون دیدید که چه شاهکاری رو رومن رینز و براک لزنر تحویل دادن. از شگفت‌انگیزترین رسولمنیا ها بود حقیقتا، چون وینس مکمن بالاخره در سن 76 سالگی موفق شد اولین پیروزی خودش رو در رسولمنیا کسب بکنه، حتی به قیمت باختن آستین تیوری. و از اون جالبتر هوادارانی هستن که میگویند هانتر اومد و آستین تیوری از اسپاتلایت حذف کرد. وینس مکمن داشت کاری میکرد که تیوری پیشرفت بکنه. نه، اینطور نبود. اگر وینس مکمن باقی میموند، بیگ داگ بعدی از دل آستین تیوری خارج میشد. دید چمدونی رو داده بود که اصلا بچه بازی بود. اون چمدون قابلیت کش نداشت. روی رومن رینز با اون کاراکتر و دوتا تایتلی که دستش بود چطور میخواست کش بکنه؟ کلا بی مفهوم، کارهای بی معنی بسیاری رو اینها اومدن و طی اون سالها انجام دادن. یکی دیگه از اتفاقات شگفت‌انگیز اون رسولمنیا هم این بود که مسابقه تگ تیم مچ براولین بروتس و نیو دی زیر 2 دقیقه به اتمام رسید. در 1 دقیقه و 40 ثانیه مسابقه تمام شد. این اگر شگفت‌انگیز نیست پس چی؟ اگر تو این 2-3 رسولمنیای اخیر چنین اتفاقی رو میدیدیم، داد و هوار از همه بلند میشد که آی چنین است و آی چنان است و تریپل ایچ رسولمنیا رو به بازی گرفته. همچین چیزهایی رو میگفتن. این هم از نکات شگفت‌انگیز این رسولمنیا و البته اون مین ایونت تاریخیش که سر 2 تایتل بود، برنده روی رامبل، برنده الیمینیشن چمبر. یعنی همه رو در هم وینس مکمن مخلوط کرده بود و روی سر رومن رینز، براک لزنر و مخاطب این رو پیاده کرد. بدترین روی رامبل تاریخ رو تحویل دادن، چه به لحاظ نفراتی که شرکت کردن و چه به لحاظ نتیجه. این رو اومدن تحویل دادن بدون اینکه خجالت بکشن. بزرگترین مین ایونت تاریخ رسولمنیاست. صحبت از اون مسابقه تگ تیمی شد که در 1 دقیقه و 40 ثانیه به پایان رسید. ما در دوران درخشان وینس مکمن در این سالهای آخر مسابقات تگ تیمی رو میدیدیم که بدون تگ به اتمام میرسن. من درست در ذهنم هست در یکی از شوهای ری و دامینیک در مقابل چد گیبل و اوتیس قرار گرفتن. مسابقه بدون اینکه دو طرف تگ بکنن به پایان رسید. دامینیک رول کرد چد گیبل رو و مسابقه تموم شد. وقتی ذهن به یک انبار آشفته تبدیل بشه که حتی صاحب اون انبار هم بهش دسترسی نداشته باشه، چنین محملاتی رو شما میتونید مشاهده بکنید. یعنی وینس مکمن هر چی که توی ذهنش میومد، یک آشغالدونی، این رو میومد به عنوان محتوای رسلینگی ارائه میداد. هر دریوری، هر فانتزی جنسی، اون کیک پرت کردن تونی استورم و شارلوت فلر روی صورت هم که اصلا آدم رو یاد ظواهر و پدیده های دیگری میانداخت. واقعا بلاهت آمیز چرت و پرت. این دریایی از محملات رو طی 2-3 سال اینها اومدن تحویل دادن. ری میستریو از ساختمون به پایین پرت میشد، چشمش در سال 2020 در می اومد و ست رولینزی که این کار با چشم ری میستریو کرده بود استفراغ میکرد. این دوران نیو جنریشن هم انقدر کارتونی و انقدر خنده‌دار نبود که توپ پینگ پونگ رو بیان و به جای حدقه چشم این رو به مخاطب تحویل بدن و ارائه بکنن. استفراغ هم یک المانی شده بود که هم ست رولینز استفاده میکردن، اوتیس یادم روی چد گیبل یک بار استفراغ کرد. اصلا بی‌نظیر هست، بی‌نظیر. این اونهایی که دوست دارن وینس مکمن برگرده باید واقعا برن و اینها رو مرور بکنن. نکته بعدی ممنوعیت استفاده از کلماتی مانند خون، پرو رسلینگ و چندین کلمه دیگر بود که شخص وینس مکمن اونها رو ممنوع اعلام کرده بود. خود کودی رودز هم اشاره کرد که برای هر بار استفاده از واژه رسلینگ در پروموهای خودش $100 جریمه می شده و اونها رو هم پرداخت می کرده دیگه. وقتی علاوه بر نیویورک در بنبست بلاهت صاحب پنت هاوس باشی، می توانی
چنین خلاقیت هایی رو به خرج بدی و این نبوغ رو در درون شوها بپاشی. این اتفاق مثل اینه که شما وارد قصابی بشی، قصاب به شما بگوید که اینجا اسم گوشت رو به زبونت نیار، به پیتزا فروشی بدی، پیتزا فروش بگه که اینجا استفاده از واژه پیتزا ممنوع هست. این بلاهت آمیزترین و احمقانه ترین مسئله است که شما میتونید بشنوید، که در یک پروموشن رسلینگی آوردن اسم رسلینگ ممنوع شده باشه. نکته بعدی حذف بابی لشلی از الیمینیشن چمبر 2022 هست که حالا از وینس مکمن که انتظاری نداریم، ولی طرفداران وینس مکمن هم هیچ وقت اعلام نکردن که چه منطقی پشت اون حرکت بود و توهین به شعور مخاطب چه حد و مرزی رو به دنبال داره. اصلا حد و مرزی رو وینس مکمن این اواخر تعیین کرده بود و میشناخت یا خیر؟ بابی لشلی کسیه که در رزومه حرفه‌ای MMA خودش 15 برد داره، کسیه که در آستانه المپیکی شدن بوده و با یک تکان ساده در چمبر میاد و حذف میشه. این راه خلاقانه دیگری وجود نداشته. بابی لشلی مرغ عشق هست که هر کسی عشقش کشید قفسش رو تکون بده و اون هم ضربه مغزی بشه و از مسابقه کنار گذاشته بشه. ما پاسخ به این سوال رو هنوز ندیدیم که چه منطقی پشت این حرکت هست. نکته بعدی پوشیدن لباس‌های زنانه توسط مردان بود، از ویلیام رگال تا استیون ریچاردز، و تحویل بدترین مسابقات سال 2000 و 2004 با همین فرمول. اینکه منطق و بامزگی این کار در کجاست و اصولاً چرا باید دو تا پیرمرد با لباس زنونه با هم مسابقه بدن، برای این هم ما پاسخی دریافت نکردیم. نکته بعدی، اخیراً در کفرینگ خودتون مشاهده کردید از تبلیغاتی استفاده شده. اخباری هم گاهن میاد که وینس مکمن رینگ رو مقدس میدونسته و اجازه درج تبلیغات رو کفرینگ نمیداده. یعنی با تبلیغ کفرینگ این تقدس رینگ خدشه‌دار میشه، از بین میره. شما در رینگ بیای هر گونه عمل جنسی رو انجام بدی، زنهایی رو در رینگ بریزی که اصلا کشتیگیر نبودن بیان روی هم آب بپاشن و کف بمالن و استیسی کیبر بیاد شما رو اغوا بکنه، این تقدس رینگ رو تکون نمیده. ولی با تبلیغ این تقدس از بین خواهد رفت. نیو ژاپنی که تبلیغ کفرینگش داشته و در سالهای 2013 تا 2019 اومده مسابقات فاخری رو ارائه داده و ورزشی ترین دوران تاریخش رو سپری کرده، این تقدس رو از بین برده و شخص وینس مکمن هست که این تقدس رو صفر چسبیده بود و حالا هانتر میاد به این تقدس گند میزنه. در اسلام عزیز هم ما چنین مواردی رو میبینیم. اسلام عزیز به شما اجازه میدهد که بروید در مسجد صیغه بکنید، لواط بکنید، بچه‌های دانش آموز رو به اون اردوهای تابستونی برید، هر بلایی دوستای سرشون بیارید، ولی مثلا میخواید جا استراحتی بکنید، موسیقی گوش بدید، اینها تقدس مسجد رو از بین خواهد برد. نکته بعدی، علاقه عجیب وینس مکمن به داستانهای منفور رابطه با محارم هست. برای همه افراد، با دین بی دین، با خدا بی خدا، این داستانهای منفوری است، جذابیتی نداره واقعا. اما در دوران درخشان وینس مکمن ما به صورت بالقوه 4 بار و به صورت بالفعل 2 بار این داستان رو مشاهده کردیم. مواردی که از قوه به فعل تبدیل شدن ماجرای بیور کلیویج و مادرش بوده در 1999 و پول بارچیل و خواهرش در سال 2008. 2 ماجرای دیگه هم بودن که واقعا باید شکر کرد که اتفاق نیفتادن. ماجرای کن شمراک بود که وینس اصرار میکرد با اون خواهر کیفی بش رایان رابطه برقرار بکنه، و اون یکی که از همه مزخرفتر بود داستان حاملگی خود استفانی مکمن به دست وینس بود. حالا
اون موارد قبلی اینها در دنیای کیفی با هم ارتباط خانوادگی داشتن. وینس و استفانی و شین که اینها دیگه واقعا خانواده بودن. واقعا در چه عمق و در چه سطحی از بلاهت باید باشی که اصلا به چنین مواردی فکر بکنی. وقتی هم دیده استفانی راضی نمیشه گفته حالا من نه، بیا با شین این داستان رو برقرار بکن. مزخرف، یعنی خنده‌دار. کجا این ایده ها پولساز هست؟ کجاشون باعث جذب مخاطب میشه؟ کدام منطق پشت این داستان ها وجود داره؟ هیچ پاسخی ما از وینس و طرفداران وینس ما دریافت نکردیم. و نکته آخر در مورد نحوه برخورد وینس مکمن با رقیب جدید یعنی کمپانی EW و نگرش ابلهانه نسبت به دوران تاریخی و تکرار نشدنی بلک اند گولد هست. در مورد EW حتی دیگه غریزه بقا هم به کمک وینس نشتافت تا از این ایده های بلاهت آمیز و ارائه محملاتی که در ذهنش هست جلوگیری بکنه و به جای نگاه بلند مدت به دنبال یک نتیجه آنی و فوری بود. NXT برند سوم کمپانی وینس مکمن بود. وقتی در مقابل یک کمپانی قرار میگیره خب طبیعیه با چالش های مواجه میشه. یک کمپانی که ترکیبی از جوانها و کشتیگیران با تجربه بود، کشتیگیران اسم و رسمدار، و تونی خان با اون سرمایه عظیم پشت این کمپانی قرار گرفته بود. خب معلومه بلک اند گولد دوچار چالش میشه. حالا ممکنه هم از شکست بخور، باید نگاه رو بلند مدت میکرد. وقتی بلک اند گولد شکست خورد وینس مکمن چی کار کرد؟ اومد کلن ساختار رو از بین برد، اومد مدیران رو کنار گذاشت، کشتیگیرهای برجسته اون رو مثل آدام کول، ساموا جو، ویلیام رگال، کایل رایلی، اینها تقدیم شدن به AEW. قبل از اون هم که کلی کشتیگیر رو از این برند اومد کنار گذاشت و اخراج کرد. اونهایی که حتی کالاپ شده بودن به مین راستر همه رو تقدیم کرد به کمپانی رقیب. فکر کرد با تغییر فرمت به اشکال کودکانه و استفاده از صرفاً جوانهایی که از پرفورمنس سنتر اومدن میتونه کمک بکنه. نه، این راههای مسخره راه نجات نبود. دیدیم که اشتباه کرد. نگاه بلند مدت یعنی الان شما در حال حاضر بیای ریتینگ داینامایت و کالیژن رو روی هم بذاری، به NXT نخواهند رسید. این نگاه بلند مدت هست. این مشکل از بی ارزگی وینس مکمن بود. اگر ارزه داشت میتونه سی ام پانک رو در بدترین سالهای کمپانی خودش جذب بکنه، اما غرور و بی ارزگی و بلاهت خودش باعث شد این کار رو نکنه. حتی سی ام پانک رو موفق به جذبش نشد و به نوع اون رو هم تقدیم به EW کرد. و مادامی هم که از صحنه قدرت خارج نشده بود حاضر به ترک تاج و تخت خودش نبود. حتی اون اوایل که اخباری علیه ایشون به حد اعلای خودش نرسیده بود، برای اینکه بگه من هنوز هستم و جایی نخواهم رفت، مخاطب دهنکجی بکنه، می اومد در مثلا اوپنینگ اسمکدان ظاهر میشد، حرفای بی موردی میزد و دوباره میرفت. اما دیدن نه، حضور او به کمپانی لطمه خواهد زد، چه به لحاظ اخلاقی و رفتاری و چه به لحاظ مدیریت. دیگر حرفی برای ارائه نداشت، حرفی برای گفتن و کاری برای ارائه دادن نداشت. و ما امیدوار هستیم که دیگه ایشان را در این صنعت زیارت نکنیم. بدرود تا برنامه دیگر.